سلام دوست عزیز، امروز میخوایم براتون آشک آماده کنم. مواد مورد لازم: گندنه، مرد، روغن، قروت و خمیر میباشد. البته ما همیشه خمیر خودمون آماده میکنیم، ولی امروز وقت نداشتیم، از بیرون خریداری کردیم. خمیر باز میکنیم. خمیره را باز میکنیم و به مقدار لازم گندنه بر آن اضافه میکنیم. بعد از اینکه گندنه را در داخل خمیر انداختیم به شکل درست آن را بستیم. به خاطر که آشک در قالب نچسبه به مقدار کم روغن چرب میکنیم. بعدا تمام آشک ها را به طور منظم در قالب میگذاریم. خاطر که آشک ها خشک نمیشن بر سرش روغن. مقدار آشک هایی که اضافه مانده بود و در دیگ جای نشده بود میتونین هم در دیگ بردینش و هم سرخش کنین، هم ما سرخش کنین. آشک های سرخ شده ما آماده شد و آن را در ظرف به شکل منظم تزیینش میکنیم. آشک آماده شد و پیش از این که آشک را در ظرف بگذاریم، ما قروت را که براتون قبلا نشان داده بودم آن را با آب میکنیم. در نخست مقدار کمی از قروت را در ظرف پخش میکنیم و بعدا آشک ها را در قاب میچینیم. و با قروت تزیینش میکنیم و بعدا قرمه لوبیایی که قبلا آماده کرده بودیم به آن اضافه میکنیم و بعدا مرچ سرخ برش اضافه میکنیم. البته این اختیاری است، دلتون اگه اضافه کنین دلتون نی. البته به خاطر تزیین و مزه بیشترش از گشنیز یا شبت تازه استفاده میکنیم. آشکای ما کاملا آماده است، بریم که تستش کنیم. آشک امتحان کردیم، واقعا که بسیار خوشمزه بود. شما میتونین در خانه خود آماده کنیم. لایک و سابسکرایب یادتان نره.